سلام. میگن داخل پک کولرت تو دقیقا چیا میذاری برامون؟ بریم که پک مشتری براشون جمع کنیم. پایه کمپرسور، شلنگا، تسم و فولی و هرزگرد پای کمپرسور، فولی میلنگ، پک سیم کشی، 2 تا فن برای خنک‌سازی بهتر و بهینه، یه سری پیچا برای نصب بهتون کمک میکنه، گردگیره لاستیک اتاق و برماشینی که کاربراتور هستن، وکیوم کاربراتور برای نیافتادن دور موتور رو نرمتر کار کردن، کپسول درایر و فشنگی فابریک ساندن اصل ژاپن، بادگیر رادیاتور برای زیباتر شدن محیط داخل موتور، پنل کولر فابریک پیکان همراه با اوابراتور و متعلقاتش، تریاق و پایه های نصب اوابراتور، کمپرسور ساندن اصل ژاپن، کندانسور یا رادیات کولر فابریک پیکان ساندن ژاپن اصل. اینم پلاک اصالتشه و این برگرد